قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتار 38. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. تاریخ سیاسی. ما در بالا نقل کرده بودیم که در عهد تونشخو وفاتش سال 630 خاقانی غربی ترک تخارستان را ضبط نمود. 31 زن که اندکی بعد این واقعه ها به این جای ها آمده است والی ترک ها را دید. موافق خبری مأخذ های عربی و فارسی، والی اینجا عنوان جبویه یا جبغویه را داشت که آن یبغو است. تاریخ ملک های هیئت تخارستان را مأخذ ها بی اندازه مختصر بیان می کنند. یکی از ملک های پر اقتدار تخارستان ختلان بود. در این ملک به هر حال در حدود عصرهای 7-8 آلی محلی حکم می رانده است و یکی از نمایندگان آن شاه ختلان بود که نامش را تبری از سبال گفته است. شاید این نام معربی همان نام ترکی است که در دیگر مأخذها شبالا آمده است. خای چاو که در عهد السبال به آسیای میانه سفر کرده بود، روی راست می نویسد که شاه ختلان اصلا از ترک ها بود. السبال از آخر عصر 7 تا ابتدای سالهای 30 عصر 8 ختلان را اداره می کرد. مأخذهای عرب او را ملیک می نامند. وراثت تخت ترتیبی مخصوص داشت. تبری از زبان السبال می گوید که ترتیب وراثت تخت را رعایت کردن ضرور بوده است. از افتکار وی اصلا ترک یا ترک شده باشد هم، نمایندگان آن عنوان ایرانی ختلان شاه یا شیر ختلان را داشتند. در مأخذهای عربی آنها عادتاً ملیک نامیده می شوند. در عین حال آنها مطیع حاکمان عمومی تخارستانی بودند. در یک ضیافت والی عرب قتیبه ابن مسلم حاکم عمومی تخارستانی و چند حاکمان مرتبه اشان پستر از جمله از سبال اشتراک داشتند. این حاکمان حاکم عمومی تخارستانی را دیده گفتند: اگر چندی وی دشمنی من است ولی مهتر از من، وی ملیک است و من بنده وی. مأخذهای اول عصر 8 خبر می دهند که پادشاه ختلان 50,000 لشکر تهیه کرده می تواند، مثل حاکمان شومان، قبادیان، شغنان و خان بر این ملک ها. تاریخ پادشاهان من بعده ختلان را مارکورت و علل خصوص مفصل بیلینیتسکی و سمیرنوو تدقیق کردند. به ذکر به تفصیل جزئیات تاریخ آل ختلان حاجت نیست، زیرا تا به حال مدرکات مأخذهای گوناگون زبان به هم موافق کرده نشدند. درباره تاریخ دیگر ملک ها هم معلومات هست. کتیبه در بالا ذکر شده افراسیاب که به سمرقند آمدن هیئت سفارت را خبر می دهد خیلی جالب دقت می باشد. سفیر می گوید که از تورانتاش شاه چغانیان آمده است. محقق صورتهای روی دیوار افراسیاب لیفشیتز تخمین می کند که این تصویرات نه صورت حجتی
تاریخ رسمی شاهانی سوخت، بلکه انعکاس سوژه فولکلوری می باشد. مادام چنین باشد، کتیبه آنگونه مأخذی نیست که واقعه را عمیق تصویر نماید. ولی همین هم باشد، از این کتیبه شمال آن واقعه های ریالی می آید که احتمال در نیمه دوم عصر هفت به وقوع آمده بودند. پس از آن که ما این عقیده خود را اظهار نمودیم، محقق صورتهای افراسیاب البوم آن را گرم و جوشان طرفداری کرد. وی به نشر روسی کتاب ما استناد کرده چنین نوشت: بعد انیق شدن کتیبه ها و پرره حفریات شدن تالار، ما به چنین خلاصه آمدیم که موضوع صورت ها واقعه های معین تاریخی را انعکاس می نمایند. لیفشیتز هم بعدتر به چنین خلاصه آمد. مأخذ ها اشارت می کنند که هیتاریان چغانیان را صاحب بودند. در ابتدای عصر هشت، انیقترش سال 719، ملک چغانیان تیشی یک چشمه بود و مأخذهای عربی می گویند که خود همین آدم در عین حال یبغوی تخارستان بود. عجایبش همین که این نام بیشک ایرانی است و در زبان باختری ستاره سیریوس چنین نام داشت. عنوان ملک های چغانیان چغان خداد بود. گفتن ممکن نیست که تخارستان عموما دولت متمرکز بود، زیرا در سر هر یک ملک یک حاکم یا ملکی می نشست و انیقترش تخارستان را اتحاد دولت های قریب صاحب اختیار نامیدن درستر می بود. از درجه صاحب اختیاری آنها همین نیز شهادت می دهد که آنها هم به مملکت های همسایه و هم به مملکت های دورترین هیئت سفارت می فرستادند. درباره ساخت داخلی این دولت ها عملاً یگان معلومات نیست. در قیاس سوخت تخمین کردن ممکن که در تخارستان هم اداره مکمل مأموری وجود داشت. در کتیبه سوختی افراسیاب عنوان سفیر چغانیان دبیرپت، دبیر کاتبان نوشته شده است. ولی از احتمال دور نیست که سفیر در حقیقت صاحب منصب بلندتر، مثلا صاحب منصب وزیری باشد. آبیاری، خواجگی قشلاق. از افتکار اکثریت مردم تخارستان مشغول زراعت بود. در روایت سان یون به وجود آبیاری اشارتی هست. البته در وادی شبکه مکملی آبیاری بود. در ناحیه های بلندتر للمی کاری می کردند. حفریات ارخئولوژی امکان دادند تصور شود که در تهیه شبکه آبیاری چقدر مهنت زیاد صرف می شده است. موافق کشفیات زیمل در دوره های قدیم و در عصرهای میانه 4 کانال ماگیسترالی کافته شده است که از وحش آب می گرفتند. در زمانی که مورد دیدیموس کانال کافر اهمیت مخصوص داشت. باقی مانده این کانال در ساحل چپی وحش 2.5 کیلومتر غربتری پسیالکه حاضره کلینیناباد پدید آمد. کانال از وحش سر شده تا یک مسافه معین آب خود را به جای تقسیم نکرده جاری می شد و تا به دهه مرداد می رسید. زمین های سبخازی به نام کیروی رایانی فرغان تپه و از آنجا تک تپه های کناری وادی به جنوب تاب می خورد. در اینجا مجموعه یادگاری ها عبارت از 16 ابیه یافت شد. مرکز این مجموعه یادگاری ها دیمنه چارگل تپه می باشد که در ابتدای عصرهای میانه شهر قلعه‌بند مستحکمی بود و اندک دورتر از آن دیر بودایی عجینه تپه جای داشت.
کانال باز جنوبتر رفته از پهلوی فلات آقغازی گذشته می رود. از این هم جنوبتر کانال به پست و بلندی محل ماس شده به غرب تاب می خورد و به طرف تپه قزل تمشق جاری می شود. در اینجا باقی مانده باششگاه های کلان یافت شد که در ابتدای عصرهای میانه وجود داشت. بلندی دیواره های کانال 1.5-2 متر، بری مجراش تا 6 متر بود. مخصوصا نمودی کانال که در 4-5 کیلومتر جنوب و غرب تری بیش کپه ظاهر است حیرت انگیز می باشد. در این محل کانال باید از پستخمی می گذشت. اینک بناکاران در این پستخمی اول درغات عظیمی برداشتند و بعد از بالای آن کانال گذراندند. بلندی این درغات قریب 8 متر، بری تهکرسی آن تا 50 متر و بری مجرای کانال که از بالای آن می گذشت 13-15 متر بود. حتی در ایام ما این گونه انشاءات کس را مات و مبهوت می کند. بعد این کانال باز به جنوب جاری شده زمین بسیار محل ها را شاداب می نمود و تا به اطراف ریان قمسنگیری حاضره می رسید و به همین طریق قسم اساسی وادی وخش را بریده می گذشت. دو خصوصیت این کانال را مخصوص تاکید کردند در کار. یکم، کانال از جایهای بالاتری دامنه تپه ها می گذشت و نسبت به سطح وادی بالاتر می ایستاد و امکان می داد که آب کانال با جویبارها به طرف دلخواه خودش جاری شده رود. دوم، بناکاران قدیم راه کانال را چنان معین کردند که باوری کس نمی آید. راه کانال حاضره که انجینیر و ایریگاتورهای بلند اختصاص با یاری ایرا فاتا صورتگیری و اسباب و افزار نهایت دقیق کار و مکمل ترین حاضر زمان گیادیزی معین کردند، از روی سمت خود به سمت راه کانال قدیمه قریب یا کاملا موافق می آید. به همین طریق هنوز در دوره های قدیم برای معین کردن سمت درستی کافر کانال بر این انشاءات های مرکبی کلان طرز و اصول های مخصوص و پرثمری کار وجود داشت. کشت و کار با اسباب و افزار نهایت ساده انجام داده می شد. زمین را با آماچی پازدار می راندند و در عجین تپه پازه آهنی یافت شده است. دیگر اسلحه زراعتکار بیل و کلند بود. پاره داس آهنین در منجک تپه به دست آمد ریان شهرتوز. گندم را در دستاس و هاونها آرد می کردند و بسیار هاون و دستاس های خرد و کلان یافت شدند. هنگام حفریات ارخئولوژی در پایاناب کافرنهان در وادی وخش و سرخان دریا، چنانچه در دیگر جایهای آسیای میانه، در اینجا هم آسیاب باید بسیار باشد. درباره انواع زراعت ما مدرک مفصل داریم. در دشتها غله می کشتند، لوبیا می کاریدند. مخصوصا تاکید کرده می شود که صفت پخته اینجا خیلی خوب است. در آمد گپ احتمال در این مورد صفت به گزوارهای پخته نسبت داشته باشد. در این سرزمین تاکزار بسیار بود، یک مقدار شاری هم کاریده می شد. روایت است که سال 677 یبغوی ترک انگوری نوع مخصوصی دانه هایش درازی چلیک مانند فرستاده بود. شاید از تخارستان باشد. از تخارستان اینچنین بسیار گیاه های نادری دارویی می آوردند. مدرکات ارخئولوژی معلومات مأخذ های خطی را تصدیق می نمایند. بسیار بودن هاون و دستاس دلالت می کند که وزن قیاسی کشت غله خیلی زیاد بود. در بلالیک تپه در قریبی دهه انهار ولایت سرخان دریای ریسپوبلیک ازبکستان مویز یافت شد.
غیر از این در اینجا دانه های گندم، ارزن، ماش، دانک های شفتالو، زردالو، آلو، تخمی انگور، خربوزه، تربوز، پوستلاخ چارمغز، پیسته، بادام، غوزه به دست آمد. اسب‌های تخارستان خیلی مشهور بود. از افتکار یک چند ذاتی اسب بود. اسب‌های ریز جثه ولی نهایت پربرداشتی کوهی که مسافه های زیاد را طی کرده می توانستند. اینچنین ذاتی اسب‌هایی که مخصوص برای جایهای هموار موافق بودند. درباره اسب داستان‌ها می گفتند. حتی به یک نوع اسب‌های آسمانی اعتقاد هم بود و این اسب‌ها سراولاد همه اسب‌هایی بودند که در ایام راویان وجود داشتند. غیر از اسب شترها هم نامبر شدند. برای بارکشی خچیر و اسب و خر را استفاده می بردند. در سرزمین پاده های سرشماری گاو و رمه های گوسفندان بود که به این نه فقط بی واسطه خودی خای چا اشارت کرده است، بلکه اخبار زیادی سرچشمه ها آید به سر و لباس پشمی و قارین های پشمی دلیل این است. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. هنرمندی و تجارت. در تخارستان کانکاوی خیلی رواج داشت. از روی خبری سیاحان و معلومات صادراتی این یا آن مال ما می‌دانیم که در این سرزمین سنگ‌های قیمت‌بها و از افتکار پیش از همه لعل مشهوری بدخشان، اینچنین لاجورد و دیگر خیل سنگ‌های نیم قیمت‌بها و قیمت‌بها استخراج می‌شد. سان یون نوشته است که در تخارستان سنگ‌های قیمت‌بها شمار ندارد. سنگی مناعا استخراج می شد که آن را عقیقی سوخته ترجمه می کنند. ولی شیفر درست می گوید که این عقیقی سوختنی بلکه کرنیلیان نام سنگی است و از این سنگ اشیای زیاد نیز ساخته می شد. اینچنین نمک هم استحصال می کردند. از نمک سنگ بعضی اسباب و انجام می ساختند. مثلا در بلالی تیپه هیکلچه شتر به دست آمد که از یک پاره نمک سنگ گلابی تراشیده شده است. نمک احتمال چیزی مقدس هم حساب می شد. به هر حال نسبت به ایران ساسانی در این بابت جای شبهه نیست، زیرا در مراسم قسمی با تنتنه شاهان ساسانی نمک چون رمزی صداقت کار فرموده می شد. الباوم قید کرده است که موافق خبری سرچشمه های خطی در مسلک خلقهای آسیای میانه از جمله هیتاریان نمک احتمال چون یک چیزی رمزی اعتبار داشت. گرچند مدرکات بیواسطه نباشد هم در اساس مجموع معلومات ها راجع به تخارستان گفتن ممکن که در اینجا از طلا سر کرده برای ساختن اشیای زرگری، زینت و آرایشی، هیکل و مجسمه ها و غیره تا آهن برای ساختن اسباب و انجام مهنت و روزگار، یراق و اسلحه، زره و جوشن، معدنیات گوناگون استخراج می شد. معلوم که کارخانه و استاخانه های گوناگون آهنگری در عمل بودند. در آن ایامی پر از جنگ و جدال های ناتمامی بی آخر در هنرمندی یراق و اسلحه سازی مقامی مهم داشت و استحصال آن خیلی رونق و رواج یافته بود. از مأخذهای خطی واقف می شویم که در عصرهای 5-7 اهل تخارستان با کمان، نیزه، ژوپین، گرز و شمشیر مسلح بودند. تن سربازان را زیره بلخی نام زیره بلند صفتی بافته محافظت می کرده است. متریال های ارخئولوژی و ایکونوگرافی امکان می دهد که این معلومات کم و بیش تفصیل داده شود.
تخاریان جنگاور غیر از کمان مقرری کمانی مرکب داشتند. تیر و کمان پیکانی وزنینی آهنینی 3 پره داشت و بعضا نیش آن به 2 تقسیم می شد. اینچنین پیکانهای کلانی 3 پره نیز بودند که در نوگ نیزه شنانده می شدند. از روی رسم تخارستانی دیوارها معلوم که مردان در کمر خنجری حمایل کردند. غلاف خنجر بعضا با پولکچه های طلایی خاتمکاری شده است. اعیان و اشراف نیز شمشیر گرفته می گشتند، ولی چگونه بودن آن معلوم نیست. در معیشت اعیان و اشراف جام و قدح‌های طلایی و نقره بسیار استفاده می شد. شکل این جام و قدح‌ها بغایت نفیس و نازک بوده، بعضی آنها پایه دراز و باریکی پرنقش و نگاری سرپیچ و تاب یا تگی سفته و صیقلی خوردی داشتند و تنه خود آن جام و قدح‌ها پر از رخ‌های عمودی می باشد. قدح‌های رخ نام گرفتن آنها از همین جاست. لبی آنها را باشد حاشیه و لبلوله های مدور زینت می داد. شکل بعضی آنها نهایت مرکب می شد و نقش های کندکاری زیادی داشت. در گردن آدمانی که در روی دیواری بلالیک تپه تصویر شده اند شده هایی می نمایند که از تنگه ها ترکیب یافتند. در دست آنها دستپانه و در انگشتان انگشترین ها به نظر می رسند. در گوش آدمانی روی صورت دیواری بلالیک تپه و در گوش اعیان و اشراف عجینه تپه گوشواره های مرکب هست. ارخیولوگ ها در عین حفریات انگشترین های آهنین یا خاتمکاری شده، دستپانه ها و دیگر اشیای زیب و آرایش می یابند. اینچنین اسباب های خیلی دلکش و خوشنمای میسین هم بودند. مثلا این گونه مشربه های میسین در بلالیک تپه یافت شده است و در روی آنها نقش های بسا ریالیستانه فیل ها می نماید. ما اینچنین از محصولات نهایت خوشصفت و عالی جناب زرگران تخارستان واقف هستیم. مثلا در نیمه دوم عصر 7 آنها از عقیق سوخته یا خود از کرنیلیان به شکل درخت 2 قندیل ساختند که بلندی هر یکی آنها قریب 1 متر بود. در تخارستان شیشه‌گری خیلی رونق داشت. به این دعوا همین یک واقعه دلیل است که شیشه‌گران آسیایی میانه به خیتاییان تیار کردن شیشه رنگه را یاد دادند. در خیتای شیشه‌گری در دوره‌های قدیم پیدا شده باشد هم درجه ترقیات آن خیلی پست بود. سالنامه خیتایی خبر می‌دهد که سال 424 از کشور یوجی‌های کبیر یعنی از تخارستان به خیتای تاجران و هنرمندان آمدند. آنها گفتند که از سنگ شیشه ساخته می توانند و برای این از کوه معدن آوردند و در پایتخت آن را گداختند. بعد گداختن آن معدن شیشه پیدا شد که از شیشه مملکت‌های غرب خیلی بهتر بود. شیشه مملکت‌های غرب گفته احتمال شیشه در نظر داشته شده است که از سوریه و اسکندریه آورده می شد و بهترین شیشه دنیای قدیم بود. سپس در سالنامه نوشتند که خیتاییان صنعت شیشه‌گری را از استایان آسیای میانه آموختند. شیشه‌ای که آنها تیار کردند رخشان و شفاف بود. بیننده را در حیرت می‌گذاشت و همه آن را خدا آفرید می‌گفتند. ولی خیلی ثانی‌تر هم در ابتدای عصر 8 از تخارستان به خیتای شیشه‌های قرمزی و زمردی می‌فرستاندند که باعث عجابت و حیرت بیننده می‌گردید. در بلالیک تپه نمونه حیرت انگیز صنعت شیشه‌گری به دست آمد. این تومار شیشگینی سبزتاب گرده است که با اصول ریختگری ساخته شده است.
در روی آن زنی تصویر یافته است که کودکش را سینه می‌دهد. تومار چنبرکی تنوکی نقرگین دارد. ظرف‌های شیشگینی خردکک، عادتاً شیشه‌های تنگ دهان بسیار دچار می‌شوند. تنه این گونه شیشه‌ها رخی یا تسمه‌ای موج شکل دارد و این رخ و تسمه ها از شیشه رنگش دیگر بوده آب کرده به تنه شیشه ها چسباندند. این چنین شده های شیشگین استحصال کرده می شد. هنری بافندگی هم به درجه کمالات رسیده بود. مأخذهای خطی، گزوارهای پشمی و پختگی و سر و لباس اعیان و اشراف را ذکر کردند که خیلی مرکب دوخته می شدند. از خطلان شاهی خوشصفتی گوناگون رنگ می آوردند. متریال های ارخئولوژی و ایکونوگرافی امکان می دهند که این توصیفات خیلی وسیع کرده شود. در بلالکتیپه 3 خیل متاع یافت شد: گزواری پشمینی رخرخ، رخهای زرد و سرخ، گزواری پشمینی گلدار، گلش کبودی تکش زرد و گزواری شاهی رنگی کبود یا سبز. یگان شکی نیست که این گزوارهای پشمین یا پختگین در خود تخارستان استحصال کرده می شد. برای اثبات این دعوا اقلاً همین یک فکت را آوردن کافی بودگی است که در بین آثار تخارستان ارچوخی، سفاری یا سنگی بسیار به دست آمد که در تنه دوغ شنانده می شد. با یاری همین آلات عادی ریسمان رسیده می شد. تا آن دمی که گزوارهای فبریکی گزوارهای دستباف را تماما تنگ کرده نبرآوردند، این اصول ریسمان ریسی در جایهای گوناگون تاجیکستان تا دوره‌های نوترین وجود داشت. معلوم که مادام ریسمان می‌ریسیدند، پس دستگاه‌های بافندگی نیز بودند که به واسطه آنها گزوارهای پشمین و پختگین می‌بافتند. در مسئله متاع ابریشم باید همین را گفت که پیشتر موجود بودن آن را بیچون و چرا به صادرات خیتای وابسته می‌کردند. نوترین بازیافت‌های ارخئولوژی دلالت می‌کنند که کرمکداری و شاهی بافی در ابتدای عصرهای میانه در آسیای میانه پرره از خود شده بود. در باب هنرمندی سوخت در این باره توقف خواهیم کرد. الحال فقط خاطر نشان می نماییم که در قصر زنگخانه ولایت سرخاندریا در قبطهای عصرهای 5-8 پیله یافت شده است. از روی صورتهای روی دیواری بلالکتیپه عیان که بایهای تخاری سر و لباسی با دبدبه گوناگون رنگی خوشدوخت می پوشیدند. گلی متاع که به غایت کم تکرار می شود بعضاً تمامی وسعت متاع را فرا می گیرد. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. شما گفتار 38 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خوند. کارگردان شیرالی نغزلی.